مهساست. خوش اومدید به کانال من. مرطوب کننده. روی کل صورت مرطوب کننده رو ماساژ میدم که کامل هم جذب بشه روی پوستم و هم دست رو به سمت بالا میکشم که پوست لیفت بشه. از پرایمر میلک استفاده میکنم. به کل صورتم میزنم این پرایمر رو. پرایمر باعث میشه چسبندگی کرم پودر بهتر اتفاق بیفته روی صورت. این همین الانم پوست من چسبنده است. باعث میشه کرم پودر بهتر بخوابه روی پوست. از کرم پودر فنتی استفاده میکنم. یه چند تا پامپ میزنم روی دستم با یه براش سرتخت گرمش میکنم روی پوستم. بعد شروع میکنم رو پوستم کرم پودر رو پخش کردم. با بیوتی بلندر رو همون کرم پودرم رو دوباره پخش میکنم که کاملا بره به خورد پوستم. از کانسیلر اورگلاس استفاده میکنم. یکم اینجا بین ابرو روی چونم و بعد با بیوتی بلندر پخشش میکنم. دستم رو به سمت بالا میکشم که چشمم کشیده تر بشه. الان اینجا هم دستم رو به سمت بالا کشیدم. ته مونده کانسیلرم هم پشت پلکم میزنم با یه براش کوچیکتر میزنم به استخون گونه، فک و پیشونیم. با بیوتی بلندر پخشش میکنم کانتورم. از همین رنگم برای کانتور مینیم استفاده میکنم. از روژگونه پاتریکتا استفاده میکنم. قسمت پودریشو برای بالای قسمتی که کانتور شده بالای کانتورم رو روژگونه میزنم و به سمت بالا میکشمش. زیر چشممو دوباره با بیوتی بلندر تب میکنم. از پودر فیکس استفاده میکنم. داخل دستم خالیش میکنم. بعد زیر چشمم رو بیک میکنم. با یه براش فلافی از پودر بیک برمیدارم، خالیش میکنم و پشت پلکم میزنم. از یه براش سرکج استفاده میکنم. یه مقدار خیسش میکنم. با رنگ قهوه‌ای شروع میکنم به خط چشم ایجاد کردن پشت پلکم.
از این رنگ نارنجی این پلت رنگ روشن‌تر قهوه‌ای روشن برمی‌دارم و مدام این رنگ رو محو می‌کنم و به سمت بیرون می‌کشم. با یه براش فلافی دوباره این قسمت رو داخل کریس چشمم گودترش میخوام نشون بدم. دوباره با همون براش سرکج از اون رنگ قهوه‌ای که اول گذاشتم برمیدارم و مرز رو دوباره مشخص میکنم. از رنگ نارنجی این پلت برای کریس چشمم دوباره استفاده میکنم و به سمت داخل میکشم. و با یه براش فلافی محوش میکنم. از پلت روولوشن هم که دیگه هیچی هم ازش نمونده، رنگای شاینش که توناژ نارنجی داره خیلی خوشگلن و این قسمت ها رو پر میکنم. جاهایی رو که دسترسی سخته میام با یه براش از هم رنگ بر میدارم و رنگ رو اضافه میکنم. از رنگ روشن زیر ابروم هم میزنم. با یه قلم نازکتر داخل چشم هایلایتر میزنم. یه کوچولو با اون قلم سرکجمون که این خطا رو ایجاد کردیم و خیس کرده بودیم قلممونو، همون رنگ رو به گوشه داخلی چشمم اضافه میکنم و همچنین گوشه خارجی چشمم. با دستم یه ذره از هم هایلایتر به استخون گونم میزنم. خب بچه ها اینجا اینقدر صدا از بیرون می اومد که ترجیح دادم وایس ضبط کنم براتون. با مداد آناستازیا داخل ابروم رو پر کردم. گوشای ابرو رو بلندتر میکشم که چشم و ابرو کشیده تر بشه. نوبت ریمل رسید. من لبمو از سایه استفاده کردم، همون سایه‌ای که پشت پلکم زدم منتها زیرش رو همون رنگ نارنجی زدم. اگر رژ لب مناسب سایه‌تون ندارین، با همون پلت سایه‌تون میتونین رژ لب ایجاد بکنین. یعنی نیازی نیستش که همه انواع و اقسام و همه رنگای رژا رو داشته باشین. با همون پالت سایه میشه همچین رژی ایجاد کرد. امیدوارم که
از میکاپ امروز خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد میبینمتون. فعلا.